بیا شعری من، تو را انتظار نبودم. قرار دادم که به زودی چنین امکان دست نخواهد داد، برای همین نزدتان آمدم. مرحمت بشین. مرا بران انتخاب کردند. فکر نداشتم که این خیلی زود به عمل می آید. فکر می کردم که آنها قلیچ را انتخاب می کنند. وضعیت چنین شد. خدایا، سموئیل بران نشد، برای چی زنی او را به بستر دیگر کس گذاشتند؟ آمدم تا در این باره صحبت کنم. نقشه هنوز پیش از مرگ قره‌خانلی تحریزی شده بود. پول برای علاقه به زنش پیشکی پرداخته شده بود. نقشه عالی بود. آن باید همه را در یک شب نیست میکرد. اما لذیت سریع. ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Улами Синамо. ина бародаро ширкати беҳтарине кадоме ки бо равон кардани Россия ба Тоҷикистон қариб ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон мебаранд. марҳамат, номерҳошон дар рӯи экранҳои шумо ҳастанд. номерои Тоҷикистон ҳам ҳаст, ай Москва, ай Санкт-Петербург. айлубо ҷо метавонед занг бизанед. иншоалло меам борои шуморо мегиранд, меоранд соҳ саломат ба падару модар ба хонагиҳон мерасонанд. ҳатман занг занед, аз номи канали Улами Синамо салом расонед. ай ҳама арзон мебаранд, боротона мерасонанд ба хонаҳо. اما لذیت سری وقت واکنش نشان نداد و همه برباد رفت. فرض کردیم که لذیا همه را به حساب نگرفت، لیکن نمیفهمم که چرا سموئیل نتوانست که این همه را پیش بینی کند. به تو یک چیز میگویم پولاد، به فکرم آنها نیز در این کار دست دارند. برای چی آنها سموئیل را از سر راه گرفتند و مرا سر کرسی نشاندند؟ акаи ҳикмат, пурсидан айб аст, лекин чаро дуконатонро мебандед? чиро мебандам? агар бинем ки чӣ қадар дӯстону наздикон ва хешовандонатон ба наздатон меояд ва ҳатто агар ин телевизорҳоро ин хел сахт дӯст доред ҳам, шумо бояд шабакаи телевизионии худро дошта бошед. ҷавони хуб, ман дигар шабакаҳои телевизионӣ намефурӯшам. ман чунин одат доштам. ака, воқеан чаро коргоҳи калонтар намекушоед? инҷо охир бароятон танг аст, боз хислататон ҳам ноором аст. ҳар кас бигузор бо кори худаш машғул шавад. ман ба орзуи пули калон коре надорам. чӣ хел коре надорӣ? дар назди устохонаат ҳамеша посбонон истодаанд. ман бояд меҳмонамро пеш кунам? шумо дар қаҳвахона чиро баҳс хоҳед кард? ин хел мавзӯъ барои гуфтугӯ ҳам нест. акаи ҳикмат, дербоз ба шумо гуфта наметавонам. умедвор будам ки худатон мефаҳмед, аммо қарзоятон зиёд шудааст. биёмон, ташвиш накаш, як илоҷ карда мепардозам. ака, бояд бо мо ин хел рафтор накунед. ҷайбҳои он одамон пури пул аст. бигзор ба шумо ҳам каме пул диҳанд. мо ба умеди шумо бар ин зихнаҳо шуда наметавонем. ҳозир бини ва ҷоғатро мешиканам. мешиканӣ ака, бовар мекунем, лекин ту бояд пули чойро бидиҳӣ, зуратро ба дигарон нишон деҳ. عزیزان، با معیارهای منزل همه حل و فصل شده است. روزهای نزدیک من به شما امکانیت‌های دیگر را نیز پیشنهاد کرده می‌توانم. به شما اگر اقلاً یک تای آنها پسند نآید، شما کدام نمونه‌ها را دارید؟ از درجه امنیتشان بلند به ما خبر دادند که آنها باید چنین باشند.
در اصل این چند سال پیش شروع گردیده است. بعد برهم خوردن اتحاد شوروی دولت به خصوصی گردانی تمام مالکیت شروع کرد. یلتسین که در سر حاکمیت بود با خواهش امریکا داده شده کارخانه های نفت و گاز را به جوانان کاملا مفت داد. میخائیل خودرکوفسکی 38 ساله سرور شرکت نفتی یوکس گردید. رمان ابراموویچ 35 ساله باشد سرور شرکت بزرگ نفتی سیبیر نفت گردید. بله، میخائیل فریدمن، ولادیمیر پتانین، میخائیل پروخوروف و امثال آنها. در پس این همه نام ها سرمایه بزرگ امریکا می ایستد. آنها یلتسین را زیر نظارت گرفته ذخیره های طبیعی روسیه را به دست خود درآوردند. در میان ثروتمندترین آدمان دنیا امروز 25 روس موجودند و برای به چشم تمام جهان عزیز نمودن آنها چنین دسته‌های مشهور فوتبال و مثل چلسی و همیلتون را می‌خرند. این آدمان که توجه تمام دنیا را به دست درآوردند دیدند که یلتسین از عهده کار نمی‌براید و به تأسیس حزب نوی آغاز کردند. دو نام نوی هست که در این دست دارند: جورج ساروس و هنری کیسینجر. لیکن پوتین تمام بازی های آنها را خراب کرد. پوتین چون به سر حاکمیت آمد خصوصی گردانی را منع کرد، در ارتش ترتیبات را جاری کرد. مثلا سرور شرکت نفتی یوکس خودرکوفسکی به حبس گرفته شد. با شروع از ابراموویچ تمام زمامداران فرار کردند. یوکس از نو دولتی شد و امریکا از نو روسیه را به کشور شیطان نامیدن آغاز کرد. امروز مناسبت های آنها خیلی بد است. وقتی که امریکا به تهدید کردن روسیه سر کرد، پوتین اظهارات داد که در روسیه سلاح نوی هسته‌ای ساخته شده است. سپس با چین و هندوستان اتفاق بستند. بعد با ترکیه با توجه به قسمی که ما توجه داریم شرطنامه استراتژی به امضا رساندند. در ترک شورای روسی کی سازمان داده شد؟ چند سال پیش. در آن زمانی که خودرکوفسکی و ابراموویچ از نو پیدا شدند. آنها در ابتدا شاید رابطه مستقیم نداشتند، لیکن با گذشت وقت این مناسبت ها ایجاد شدند. در زمان یلتسین کار آنها اوج گرفته بود، لیکن در دوره پوتین این به مسکو پسند نآمد. ابراهیم روس فهمید که این به مسکو پسند می آید. انیخترش چند کاری کردن خواست که تا به مسکو پسند آید. مثلا به مثل کشتن چچن ها. اما این نقاب است. ابراهیم روس با امریکایی ها عیناً به مثل آن که سروران او خودرکوفسکی و ابراموویچ بسته بودند قرارداد بسته است. ساموئل و ابراهیم روس را چی به هم می پیوندند؟ انا درباره همین تو باید فهمیده گیری شیر من. اگر یگان چیزی باشد و تقدیر ساموئل پیشکی مهر زده شده باشد، پس روس ها دیگر نقش ها می سازند و آنهایی که تو را بران انتخاب کردند نقش هایشان را تغییر دادند. اندری روبا. خوش آمدید. تشکر که برایم وقت جدا کردید. مرحمت. چی می نوشید؟ هیچ چیز، تشکر. او در موقع سروری کی رو نشان داد؟
با کسی هم اشاره نکرد. چخیل اشاره نکرد؟ آنها را به هیچ چیزی بازپس فرستاد. چرا؟ او با کی خشم گرفت؟ او هیچ چیزی نگفت. یحیی اکیزیا گفت که خسته شده است، پیر شده است. گفت که اکنون از تمامی کارها دور می شود. پدرم این رو تنها با آنها گفت و یا با تو هم گفت؟ با من هم گفت. فرمود که کشتی ها را فروشند. گرگ در تومان افتید. او به وادی نمی فرد و آرامان تومش را انتظار می شود. چخیل از کارها دور می شود یحیی. از این کار نه به نفقه بلکه راست به گور می روند. با من در بعضی کارهای یاری شما لازم است. البته دائما. در میراثی که پدرم گذاشته است بسیار اموال خارجی غیر منقول است. البته من در اینجا قرار داشته به این همه راهبری کردن نمیتوانم. با شما دادن رویخط کفایه است. ما میبینیم که چی در کجا واقع است. این به من خیلی کمک میرساند. با شما معلوم است که بعد مرگ پدرم ما روزهای وزین رو از سر میگذرانیم. هممون. قبول کردن این دشوار است. من به خودم وعده دادم که جستن آنهایی رو دوام خواهم داد که پدرم رو کشتند. البته یک قاتل رو یافته محبسی کردند. همه ما با کشتار محترم قراخانی مراسا کردن نمیتوانیم و باور داریم که در پس این جنایت کسی دیگر است. شما با آن باور دارید که آن بیچاره پدرم رو کشته میتوانست؟ لیکن دلیل هایی نیستند که عکس این را اثبات کند. اما شما اگر به فکر من توجه داشته باشید، نه، باور ندارم. شما همیشه در پهلوی پدرم بودید، مخصوصا با کارهایی که با اروپا و امریکا دخل داشتند. شما آیا پی نبردید که او با یگان گروه و یا سازمانی ارتباط داشت؟ ما با بسیار گروه و سازمان ها واخوردیم و هنوز هم ملاقات های ما را ادامه می دهیم. لیکن آنها دوستانی مایند. هر کدامشان سهم خود را گذاشتند تا اینکه پدر شما موفق باشند. آیا میان آنها یگانه اختلافات سر زده بودند؟ تا جایی که من میدانم نه. چطوری که من میفهمم این آدمان برانشوی پدرم را در ترکیه تامین ساختند، همین طور نه؟ بله بانو صفیه، این مناسبت های بین المللی کاری هم. هر کس به این سهم گذاشته است. خوب، پس چرا این رابطه های بین المللی به مرگ پدرم راه دادن؟ من این را نمیفهمم. وزنین بوده است. مرگ محمد قراخانلی هم برای ترکیه و هم تمام دنیا مهم است. این تلفات دوستانش را غمگین ساخت و دشمنانش را شاد نمود. الحال که تفصیلات کشتار معلوم نیستند، فهمیدنی آن که کی دوست است و کی دشمن خیلی دشوار است بانو صفیه. میبینم که ناراحت هستید. به نهایت
بار دیگر میتوانم مراجعت کنم؟ البته هر گاهی که خواهید. وقتی که با پدرم سوء قصد انجام داده شد شما اولین شده به خانه ما تشریف آورده بودید. من برای آن به نزد شما آمدم که در مورد دوستی شما واقفم. همیشه مرحمت کنید. باز یک چیز دیگر در کارت انا این نوشته شده بود: این آن چیزی است که تو گرفته میتوانی، این آن چیزی است که تو گرفته نمیتوانی. شما چنین چیزی گرفته اید؟ کدام کارت؟ بسیاری ها چنین رمز رو برای جلسه های پنهانی استفاده میبرند. تصوراتی ندارم بانو صفیه. راست؟ نمیدونستم که شما زبانی لاتینی رو میدونید. شما حتی نپرسیدید که این چی معنا دارد. بانو صفیه، برای آن نپرسیدم که این برایم شوق‌آور نیست. چون دوست به شما مصلحت میدیم که دیگر به این موضوع توجه نکنید و ما را ناراحت نسازید. صفیه دانا، تو اگر چهره او رو میدیدی، من وقتی عباره رو با زبانی لاتینی خوندم به نظرم نمود که او راست در جایش میمیرد. اکنون من دوام میدهم. لطفاً به اجازت من دیگر هیچ کار نکن. فهمیدی؟ خوب شده است که وقتی کار رو سر کردم هیچ کس نداشتم. اکنون همه دو مراتب بیشتر شد. حتی خواهرم هم پیدا شد. گوش میکنم اکا. عبدالحی، در همانجا بمانید. هوشیار باشید تا شما را یگان کس نبیند و اگر برآید از اکس کارت فاصله نه چندان زیاد را نگاه دارید. فهمیدم اکا. آنها مرا ابله میشمارند. مرا با جناب میتت پیوست کنید. میمتی، آنها انیق وا میخورند. با اجازت شما. کسی نیست. چرا به زنگ‌های من جواب ندادید؟
ҳозир мавридаш нест. маро аз вазифаам дур карданд. туро ба ҳеҷ ҷо ба кор намегиранд. пулод алимдор барон шуд. чӣ? муваққатӣ. ин дар ҳама ҷо паҳн мегардад. пулодалимдор муддати зиёд барон шуда наметавонад. ӯ ҳатто аз маҳбас ҳам ба зудӣ раҳо шуда наметавонад. ҳоли доғу чӣ мешавад? ӯро дастгирӣ мекунанд? ӯ ҳам меравад. дигар куҷо мешавад? افسوس میتد میدانستند که تو نافرمانی میکنی ولی من به هر حال امید داشتم. اسد ман ҳеҷ коре накардам ҷаноби доғу. танҳо хостам ки инро бигирам то ба шумо супорам. از این به بعد تو به دولت تنها یک چیز داده میتوانی شیری من. وقتی که نفس آخرینت را خواهی برآورد آن را با شرفانه اجرا بکن. انتخاب از توست. تو به مثل خائن وطن میمیری یا از باعث عوض شدن وظیفه از سکته دل میفوتی. ака инро бубинед. میبینیم که ما چی داریم و چی نداریم.
Sevmiyor musun vatanı Memati? Seviyorum abi. تو کی هستی؟ آقا دو امر کردن تا که کارتان تسلیم نکنید. از خانه برآمده نمیتونه. کارت ما هیچ کس از ما گرفتن نمیتونه. پاسپورتانو بتین. محترم کجاست؟ حالا دیگه محترم دولتی نداریم محترم. بیا دستت چی بود رئیس؟ بگو چی نبود ماموتی؟ به نظرت یک کپی است؟ امیدوارستم. باید هم یالا با هم ببینیم. یک مشکل بزرگ است. درست است. در راه هستم. انسان پس
نظام الدین چرا تایید کرد؟ نظام الدین اول خود تصمیمش جدی بود. دفعتاً چی شد که فولاده تایید کرد؟ حتما احساس کرده. چه قسم احساس؟ تو چرا انگشتر را کاراهانیده با فولاد دادی؟ نه ساموئل، نه زیا و نه ما. طبق خواست ساموئل بارون بودن هم میتونستیم. بیاز و شورا قبول نمیکرد که از بین ما 3 نفر یکی ما بارون شویم. اما فرض کنیم که ما تو ادامه میدادیم، با همه هیچ وقت متحد نمیشدیم و کل چیز بر هم میخورد. تا جایی که فکر میکنم ای بارون هم طبق خواست نظام الدین نیست. درست است که کار خطرناک است اما خوب است. کلتان دوست و دشمنتان خوب میشناسین. ابهام دشمنه میترسانه و پول آدم به ابهام به سر میبره. کاملا نموتو. شاید که بالای کارهای شورا حاکمیت نداره، اما فقط یک روزه در بر میگیره که همه ما درباره خود برش معلومات بده. نظام الدین میخواه که بارونه هدایت کنه. هر کسی که هدایت بده بارون اموال. یکی چه قسم بفهمم که یکی است؟ من نمیخوایم کمرای پولاد یک جا زندگی کنم، اما مجبور هستم دیگه. دخترمی چی گپ است؟ مجبوریت چی معنا داره؟ نظیفه مادراتو کدام گپ نیست. به خاطر موضوع اختطاف واقعا ناراحت است. چرا دفتن رد میکنی نظیفه خانم؟ شاید گردشان درباره عروسی گپ زده باشن. او یه گپ نیست مادر. تو وقتی که علین آمده نباید تو یک کار شوه، اما اجازه بتین که جوانان فکر کرده و یک تصمیم بگیرن. شما چه میگن؟ نظر ما مهم نیست آقا عمر. هنوز خانم نگرفته. فردا یک چند خانه رو میبینیم.
نظر تو چیز حکمت؟ نه کدام نظر ندارم نظیفه مادر. به خاطر که محفوظ باشی کار درست است. اما در زندگی او من حیث چی می باشی ایره نمیفهمم. این موضوع ناراحتم میسازد. یعنی چی؟ اگه بگوی کمرای درسی میکنم باز کارتان به راحتی قبول میکنین؟ یعنی فقط منتظر میگه بستین؟ حال کس با فکر رسم و رواجم نیست دختر. علی گفت کمرای درسی میکنم اما اون رفت نزیفه مادر. هر قسمی که میفهمین اما تو بکنین. از من انتظار ایره نداشته باشین که صحیح چیز و غلط چیز. غلط صحیح کاملا بر هم خورده نزیفه مادر. بعضی چیزا هست که شما نمیفهمین. دیگه چی هست که من نمیفهمم؟ یکی چی صحیح است و چی غلط. ایره من خودم تصمیم میگیرم و کل چیزا براتون گفتم. بعد از این به خواست خود زندگی میکنم. نه میرم. از کاری که خوب میفهمه. بهترین پیسر رستوران داره. رستوران کار ما میبینی عالمه با تنهایی کار تجارت محترم میکنه. ما تجارت تیله میکنم. کار خوب است اردوان. اگه من تجارت محترم نمیکردم باز کار تیله میکردم. پیسه زیاد داره. بگی گلم بته گلم. البته بیادر بسیار یک کار بی جنجال است. وقت در یک جایتان که تیل جور کنی 7 پشت تا بس است. خداوند برکت بندازه. انتظار همه چیزا داشتم اما انتظاری رستو نداشتم. اما چرا نوزد؟ سلمان میشورهان معلوم میشه که تو کارهای اون آره میکنی اما این کار با درد تو نمیخوره. نوزد گپای دیوانگی نزن. با دستانم شارت میشه. مقصدم با دست آوردن پیسه نیست. میخوایم لجامه دخیل باشم. تو چی تصمیم داری صادق؟ ما شریک هستیم؟ این پشت میلان نمیتونه. بچه ما با تنهایی نمیتونیم. چیره؟ ما کار صرافی میکنیم. شما یک روزی حلال نمیخواهید. فقط پیسه بگی و پیسه بده. اگر رئیس خبر شوه باز از ما ناراحت میشه. خب صرافی و پیسه فروختن یک چیز است. دوستا متاسفانه باید بگویم که بین ما فرق وجود داره. براتون واضح میگم جایی را که مجبور میکنم هیچ کدوم بتون رفتن نمیتونیم. موضوع به دست آوردن پیسه نیست. موضوع به دست آوردن انسانهای پیسه دار است. احترام به دست آوردن و شهرت پیدا کردن است. اما شما را که میبینم رئیس بچه را گفتی که کار انتخاب کنن. اینا کار خورده ریزه میکنن. اگه اشتباه کنن باز ما در جنجالشان مفتیم. بان مماتی برن کار غلط بکنن. فرق بین صحیح و غلط بفهمن. ببینن که زندگی تنها امر گرفتن و ایره و او را زدن نیست. بعدا اونو پس نه. حالا اگه ما کارهای غیر قانونی در سرشان بند کنم باز نمیتونن. مثل یک انسان عادی زندگی کردن بسیار مشکل است. با خاطر که قانون را یاد بگیرن باید کوشش کنن. خودت میفهمی رئیس. اما توقع اونا بسیار بالا است. پس اونا را بکار نمان مماتی. همیشه کارهای خود به تو گزارش بتن. رئیس و دختر چطور میشه؟ او دختر گپ نمیزنه. نمیفهمم عبدالله ولی به یک شکل ما را به روسا میرسن. منتظر میباشیم و میبینیم.
خوش آمدین. خوش باشی. با پرسیدن از من کارت آغاز میکنی؟ بله. ساموئل؟ او آخرین نفر خود بود. هر قسم که بخوایی. ما به این خاطر کم آمادگیام گرفتیم. بسیاری گپا را فراموش کرده بودم. قوانین عجیب، رسم و رواج، انسانهای متفاوت، روابط خوب و بد و بسیار گپای دیگر. میگه مرا میترسانین؟ راستش میخوایم یک روز سرستاران ببینم. اول باید نکتایی بسته کنی. فکر کو ترسیده. درست است. ما دیگه از این دنیا نه چیزی به گرفتن دارم و نه چیزی برای دادن. هم مردم بفهمن که زیاد بدون قوم راستی قسم میباشم و هم خودم بفهم که بدون قوم چی قسم میباشم. پدر، شما چرا میخواین کشتی ها را بفروشید؟ این کار شما چی معنی داره؟ لازیا همیشه به اولین بار یک کار انجام دادن هستیم. پدر، نقش شما چیست؟ میخوایم که دنیا را ببینم. کسی هایم کشورهای را که دیدم من که نمیشم ببینم برم کافی استن. پدر، اگه میخوایی که بری با هم میریم پدر و دختر. پدر، اگه واقعا اطلاع نظر داشته باشین مردم نمیگن که لازم منصرف شده، میگن پیر شده. تمام صلاحیت های ما را از ما میگیرن. ببین تو پیر گفتی اما کدام مشکلی نیست. پدر، چرا نمیخواین ما کارا را پیش ببرم؟ و خوب میفهمیم که موفق میشم. میفهمم که میدونی نسل، اما باز میگن که لازیا پیر شده و کارایش دخترش پیش میبره. در دنیای مافیا تا که شب محکوم باشه روز حاکم شده نمیتونه. یا که عاشق شدی؟ شما چی میگن عمر بابا؟ عمر بابا من زیادی طرف و طرف گشتم. در دکانم هیچ نبودیم. قرض امروز و فردا گفتن سر پریده. بچیم تو چرا قرض دار باشی؟ مالیات، لوازم، کرا، برق، آب، حتی از چای فروشم قرض دار هستم عمر بابا. میشه که مرا کمه قرض بتین عمر بابا؟ قرض با قرض خلاص میشه بچه. خیلی چی کنم عمر بابا؟ چقدر است بچه؟ تقریبا 90,000 میشه. من اینقدر پیسه از کجا پیدا کنم؟ دیالوا زمین از پدرم مونده اما در سر کوه است. نمیفهمم که چه قرضش دارم. برو او زمین ها رو بفروش. آف اگه برابر گب زدن خود پیسه به دست نیاوردم مال پیسه دارترین آدم می بودم. تمام گپای درست است. من قصد ندارم که دکان خودت بفروشم، اما اگر جای دیگه کار بکنین کمکتان میکنم.
ما نه چقدر پیسه به دست نریم. خدا را شکر کار بار ما خوب است. کار موترهای بی اسناد رو میکنیم. نه بیادر، ما کار غیر قانونی نمیکنیم. آفرین. بیاد رئیس نمیخواد که کارهای غیر قانونی کنیم. اما تو یک جای چقدر مصرف داره؟ امرا با تمام موتراش. بیادر اگر از 5 میلیون دلار کمتر باشه هیچ چیزی نمیشه. اینجا 5 میلیون میارزه؟ میارزه بیادر. خب با خیر خوبی باشه. فکر میکردم 10 میلیون میشه. 5 میلیون برات بخشیدم. دکان از ما شد. اما بیادر تو مرا نمیشناسی که سرگپ مگپ میزنی لعنتی. کلیا را بانو برو. تابلو را خودم تبدیل میکنم. بیادر کار 7-8 میلیون دلار است. به خاطر که موقعیت ما خوبش است 8.5 هم پیشنهاد داریم. اما از 10 میلیون کمتر نمیتیم. چرا مفروشنش؟ بیادر بازار ما را خراب کردن. این بسیار کار پاک است. در بین کار خیانتکارا پیدا شد. ما نمیخواهیم که امرایشان طرف شویم. ما طرف میشیم. 8 میلیون دلار میتم. اعتراضم نکن. بیادر 500 دگام. اگه پیسه نقد باشه چرا نه؟ به اینجا بسیار پیسه مصرف کردیم. کسی که به اینجا نان میخوره طرف میز چپکی میبینه. با مردم تراحی اینجا جات ارزش داره. جانم اگه جای راحت جور کنیم باز مردم ما میشینن و دیگه نمیخیزن، میخورن بلشانه میخواین و پیسی خود میتن از چپکی میخیزن و باز میرن. شما کاملا درست میگید. بسیار تعجب میکنم. میاین و میخورن رضا و میوه و شیرینی را میخورن اما بازم از اینجا نمیرن. فقط که قهوه خانه باشه برو چای تا دیگه جای بنوش. ده خانه تون گپای مفت میزنن و چای مینوشن. بیادر ما موفق نشدیم که مردم هم بفهمند. گرچه موقعیت ما بسیار خوبه. البته که موفق نمیشیم. 250 برات میتون. بیادر این پیسه بسیار کم است. دلار احمق دلار. اگه نیو قدرم نمیارده اما ما چیزی خوبه میخواییم. پیسه از ما نه از رئیس ما تو میدیم. بیادر اگه میخوایی هیچ پیسه نته. فولاد بیادر همه قصر ما حق داره. منظوری چی از احمق؟ واضح بگو. ما اینجا با کار کردن آمدیم. ما میخوایم که تجارت کنم. با خیر خوبی کار کنه. زنده باشی. زنده باشی. تمام کارمندا اینجا در کارشان وارد هستند. لطفاً کارمندا را اخراج نکنین که هم کار شما را پیش ببرن و هم بیکار نمانن. اینا خوب کار میکنن. ما کارگرای خود خوبتر میشناسیم. خود ما انجام داده میتونیم. خودتان میفهمین اما لعنتی کدام نفر ما این کار یاد داره؟ از ما کده خوب کی میفهمه صادق. اینا ما را تباه میکنن. باره دیگه پیش از پرسیدن از من به کس چیزی نگوی. فهمیدی بچه؟ درست است. ما در اینجا کار خود نمیکنیم. اینجا یا $100 را مایده کده پول به دست میاره. ما پولای زیادی را معامله میکنیم. خوشم آمد. بیادر یک نام خوب برش انتخاب کنه. گلو درست است. اما بیادر عقل مردم در چشمشان است. طرف ما ببینید. من فقط نمیفهم که کار چه قسم است. من با بزرگترین اشخاص ترکیه کار میکنم. فقط که لودستم بیام اینجا سر داخل بشینم. من اینجا باید تجارت بکنم. همیشه در خدمت جامعه باشم. ما آرزوهای بزرگ دارم. محترم ما یک بار پلانهای تعمیر ببینیم. باز نظر به سیستم محافظت برقی نصب میکنه. میخوایم از سیستم شناخت چشم نصب کنه. نصب میکنه محترم. قبلا جای نصب کردین؟ نه خیر اما امکانات داره. خب روزتان خوش. باز میبینیم. خو نکدی دخترم؟ کمی در کامپیوتر کار داشتم مادر. این تو گفته بود میایم سطح. نمیفهم برم زنگ نزد. مام زنگ نزدم. در کدوم مشکل بر نمانده باشه. چی مشکل بوده میتونه؟ تو و ایلف با هم دوست بودین. چی شده؟ چیزی نیست.
فقط رابطش با پولاد برم کم عجیب معلوم میشه. چه قسم عجیب؟ مادر هر قسمی که باشه نامزد لالایم بوده. با وجودی که ایلف میخواه علی رو پیدا کنه، نمیفهم چطور با پولاد رابطه داره. شاید که از امی خاطر ایف خدا به کسی نشان نمیده. محمد کاراهانلی با هیچ کدام از خاصه که در این فهرست هستند رابطه نداشت. روابطه یا ما یا نجمی عربر قرار می ساختی. از این به بعدم اگه بخوایی ما این کار انجام میتونم. در بودجه شورا اینا چقدر سهم دارن؟ بولایی که از محلات مختلف به دست میآید سالانه 1.5 میلیارد دلار میشه. سهم بزرگ پول از کارهای مختلف از سعدید و اخوتی به دست میآید. موضوعی است که قدرت در محلات هم تحت اداره ما باشه. با شورای ما این پول چندان مبلغ مهم نیست، خصوصا با بارون شدن تو قدرت در محلات 100% تحت اداره ما قرار میگیره. خوب است. امنیت شورا، اعضای شورا و محافظت کاراهانلی محترمه. شخصا خودم با دوش داشتم. افراد ما ازشان محافظت میکنن. در این دوسیه فهرست اشخاص است که تحت محافظت شورا قرار دارند. تمام معلومات حتی درباره روابط خصوصی هر شخص موجود است، با شمول خودم. اما در این موضوع کم حراس دارم. مشکل چی است؟ افراد تو اگه محافظت اینجا را به دوش بگیرن باز شاید بعض مشکلات ایجاد شود. چه قسم؟ افراد تو حرفه‌ای نیستن. کسایی هستن که از سر سرک و زندان آمدن. اونا با شورای ما مشکل ایجاد میکنن. افراد ما زود یاد میگیرن. در این باره باید شما تجدید نظر کنید. ما نمیتونیم برای محافظت به هر کسی اعتماد کنیم. ما فکر میکنم تنها کسی که میتونه خوب از عهده محافظت اعضای شورا برای او مماتی است. لطفا این قبول کنید. هر قسمی که بخوایی. در ترکیه اشخاص مهمه را که باید بشناسی و درباره‌شان بفهمی در این فهرست هستند. تجارا، سیاستمدارا، مطبوعات، بروکرات ها، هنرمندا و غیره. در این دو فهرست معلومات درباره تمام کارهای اونا هست. این فهرست بارون بودن تو را ثابت می سازه که چی کار انجام میده، نقاط ضعفشان چی است، کدام تجار با کدام هنرمند رابطه دارد، در پشت کدام بروکرات کدام سیاستمدار است، کدام شخص از کدام سیگار استفاده میکنه، کی علاقمند اسب است، کی علاقمند آثار عتیقه است، کی به کجاها سفر میکنه و کی چه قسم زندگی داره. این پرونده چقدر ارزش داره؟ بسیار بی ارزش است. ما به خاطر که بتونم با این انسانای مرموز کنار بیم چاره دیگه ندارم جز صبر. این کار نتیجه نمیده. ضیاع وقت است. تو در پشت دروازه بسته دلت که دنیا را اداره میکنی یا نه؟ اما اگر بالای 300 فامیل که کشور اداره میکنه نفوذ نکنی تاثیرات قدرتت دیده نمیتونی. محمد کاراهانلی یک مشاور ورزیده داشت. با زبان امروزی مربی زندگی. اما چیزه این جامعه را او برای تعیین میکنه. مربی زندگی برات میگه که
کدام لباس بپوشی، پیش کدام آرایشگر بری، پیش کدام مساج دهنده بری، در کدام هتل و در کدام موتر بری. این همه بسیار مهم است. آرمان، والنتینو، فیره و بیجانور مارکا را باید بپوشی. لباسای باید توسط خیاطای خاص دوخته شود. خیاط از فرانسه و تکه از ایتالیا میآید. ساعتت باید از فرانک مولر باشه. بوتای ساختت باشه و از ایتالیا بیاید. خارج از کشورام که میری در هتل‌های مشخص میری. پاریس پلازا اتینا، لندن دروکیسلر، نیویورک پلازا و امستردام بلاک. به خاطر صحتمندیت به فرانسه، سویدن، جرمنی در شفاخانه‌های مخصوص باید بری. وسایل انتیک و یک مجموعه رسمی داشته باشی. در موزیم اگه کم آمد اما به زحمتش میارزه. مربی زندگی برات میگه که به کدام موزیم بری. موقعیت خانیت تغییر بده. البته درباره محافظتش خودت تصمیم میگیری، اما باید خانه مقبول باشه و عاجل باید یک محفل بگیری. باید از یک دانشگاه برای دکترای افتخاری بگیری و این موضوع را حتما در مطبوعات هم نشر میکنی. باید مردم تحت تاثیر قرار بگیرن. باشگاه تنس ساله او قدر طرفدار نداره. با شخصیت های بزرگ باید گرده هم بیاین و تبلیغ کمک به فقرا را دایر کنی. جور کردن مکاتب و شفاخانه به نفع ماست. مردم باید مثل روبن هود بشناسن. با نکته خوب توجه کردی. از ثروتمندا گرفته و فقیرها بسی. اما یک تبلیغ دروغ است. اتوا نمود میکنیم، از پولدارا میگیریم و به فقرا میتیم. اتودگان پولدار میشیم. خوش آمدین. خوش باشین. چطور هستین؟ خوب هستم. به خاطر سیگارایی که روان کردین تشکر. براتون یک تحفه دگام دارم. خدا کنه که خوشتان بیه. شما بسیار لطف دارید. امیدوار هستم چیزایی که ما براتون میگم حداقل برابر گپ‌های قلیل تاثیرگذار باشه. بشنو. دیدی ملت ضعیف است. شاید که اول در مطبوعات بعض سر صداها برای، اما این هم فقط چند سال بعد شما را منعکس بزرگترین شخصیت ترکیه و مقتدرترین شخص ترکیه دوباره در مطبوعات جلوه میکنه. حکمت بیادر، اگه باش از تو کده زیاد نیست. ما به خاطر که دکانه کلان میکنم بسیار قرضدار شدیم. درست است بیادر، فهمیدم. زنده باشی. اگه دستت بند است از دیگه کس بگیرم. نه نمیخوایم کمکی خبر شوم. خودم از جای پیدا خود کنیم. آیسته آیسته بچه، کم طرف راست. طرف راست برین، طرف راست. کم دیگم طرف راست. قدارم دیگه نه. بس کم طرف چپ. باشه یک بار ببینم. درست شد. از کجا به کجا رسیدی نهزاد؟ از ولگردی و ریاست. چل شتر قربانی کنه.
با فقرا تقسیم کنید. بیادر در استانبول چرا شطور از کجا پیدا کنم؟ رئیس گپ خدا میزن، اما باید شطور گستان 44 فکر کنی. تو از هیچ کار نیستی، کمی زحمت بکش بچه. بیادر موضوع سلوینت حل کردم. در ترکیه تیل پاک نیست. سلوینت تیل تصفیه میکنه بیادر. هیچ کدام مشکل وجود نداره. 20% شاملی کار نمیشه. 10% دگان پاکاری میکنه و 10% دگان زورشان نمیرسه. اگر نه بعد از آوردن پول به این شکل امکان نداره. سولونت از کجا پیدا کنیم؟ بیادر سولونت در کنترل دولت است و به هر کس جوازشان نمیتن. به که ها جواز میتن؟ برشان رشوه میتیم. رشوه دادن حرام است. اما با خاطر سولونت یک راه دیگه وجود داره که یک فابریکه ایجاد کنیم. سولونت در ماده های خام رنگ است. رنگ جور میکنیم. در داوطلبی اشتراک میکنیم. تعمیرها را یگان رنگ میکنیم. و اگه لازم شد تمام پیاده روهای استانبول رنگ میکنیم. اما سولونت در تیل استفاده میکنیم. نمیشه. نمیخوایم پیاده رو رنگ کنیم. از رنگ کردن بدون میایه. رنگ به فقیر و فقرا تقسیم کنیم که خانه‌های خود رنگ کنیم. درست است بیادر. نامی جان تیرش زده، اما مشهورترین آشپز فرانسه است. بسیار لایق است. نه، ازش خوشم نامد. در مسابقات مدالم گرفته. با من چی که مدال گرفته به درد من نمیخوره. از اینجا برو. درست است، تشکر جانم. قبول شدم. برو دیگه. ترک یو، یعنی اینجا را ترک کو. فهمیدم بیادر. یکی از دیگه او بچه. این مشهورترین آشپز چینایی است. لی است. لی؟ احمق، اینا گوشت حیوان حرامه به خورد مردم میتن. برو حالا بگیش روان کن. احمق، یک آدم درست پیدا کردن نتونستی؟ کل نمونه قدرت ده اینجا برای ما جمع کردی. بیادر، ای از ایتالیا است. دیدی اینا مثل ما یک عادت دارن. عادتشون می است که مثل ما آش با نان میخورن. اینا مثل ما گوشنگیره تیر کردن. ای ایتالیایی؟ بیادر، در مشهورترین مجلای دنیا ازی تعریف شدن. ای احمق یگان جای دیگر روان کنین. حتما ایره به ترساندن ما روان کردن. ایتالیایی معلوم نمیشه. به نظرم به جمال ما بسیار چهره میته. ایام نه. زیاد حسابی داریم ساده. درست ببین که کدام اشتباه نشه. نه بیادر، اشتباهی چی؟ پولای او رام دادیم و روانش کردیم. حسن، این اخ پیسه اصلیست نه؟ اصلی است. ببین در سرش اسم خداوند نوشتن. گاد با انگلیسی. در مراسمات پیسه را به ریال تبدیل میکنه. ما کار را نمیکنم. ضرر خواد کردیم. خوش آمدین آقا عزت الدین. هیچ خوش نامدیم آقا رحان. چرا ما را به زور اینجا آوردن؟ بهتر بیا برین بیرون. من شما را گفتم که از پهلوی آقا عزت الدین دور نشین. نه، گفتم که متوسل به زور شوین. بفرمایید. کلونیا نمیخوای. آقا عزت الدین، ما با یک کار جدید استشمام میکنم. در تابستان میخوایم که یگان کار کنم. یک قسم مثل روبا گردده اعصاب مرا خراب نکو آقا عزت الدین. ما و خودت شریک میشیم. محترم، نمیفهمم درباره ما براتون چی گفتن، اما ما به تنهایی کار میکنم. شریک نمیخوایم. شراکت؟ اگر میخوای انسان را با یک دیگه دشمن بسازی، شریک بساز. ما هم در زندگی با کسی شریک نمیشون. از اون خاطر کارهای ما را باید پیش ببری. امکان نداره. امکان داره. محترم. برای فعلا محترم. کمی دیگه ناز کو، ببین چه قار بشون. تو را میکشم لعنتی. وقتی آمدن بخیرم کدام کتاب دموکراسی را خوندی؟ عزت الدین، تمام زندگی خود از دست میدی، فقط هم خبرت میگم. مرا داخل تجارت میسازی. در این تجارت چند نفر خوشم آمده. بابا زنده باشی. نوش جان. بگو که عمر بابا آمده بود. میگم کدام مشکل خونه؟ چیز مهمی نیست. زیاد وقت شده بود که ندیده بودمش. خواستم که خبرش بگیرم. سلام ما برش بگویم. بچه شم.
تو دیگه زحمت نکش. برو، روز خوش. بیادر نصر پیدا کردم. با حافظ روسا؟ بله بیادر. راستش به خاطری خفه هستم که خواست پولاده نمیفهمم. اگر نه هیچ کدام خانه هایی را که دیدیم به خواست من نیست. خانه میپالیم؟ راستش من خانه میپالم. اون مصروف کارهای خود است. با هم زندگی میکنیم؟ نه خیر. فقط به خاطر محافظت خواهرم در جستجوی پیدا کردن خانه خوب هستیم. نه خیر، او تو کدام گپ نیست. کوچه بسیار مزه‌دار بود. اگه اجازهتان باشه کم قدم زدن میتونم؟ البته بچی. ایران یک کم بخیل است. اما به نظر ما او یک گپ نیست. چطور یعنی؟ انسان ها تغییرات با آسانی قبول نمی کنند. ما به خاطر ایران بسیار روزای بعد تحمل کردیم، اما بسیار با آسانی تغییرات قبول کردیم. مقصد سفیف است. علی با برادرم نامزاد بوده، با کس دیگه ارتباط داشتن، به نظر درست است این؟ گفتی رابطه؟ همراه پولادی جلیسی؟ نه خیر، نیستم. اما به نظر من این موضوع اصلا با علی ربط نداره. مردا اگه این مردا نمی بودن با زندگی خانما اقدر مغلق و نامعلومی بود. کجا سرحال؟ بیادر در دکان مصروف بودم. چقدر خدا مصروف کردین بچه؟ بیادر ما کار خوب شروع کردیم. باز میبینی؟ بیا اینجا بشین. اون اوزاد درباره من چیزی خوناب نگفته باشه انشالله. طرف قانونی شورا ما هستیم، اما برهمترین طرف هم ما هستیم. در دیگر جاها تصامیم صرف بالای یک شخص تاثیرگذار است، اما تصامیم ما بالای جامعه تاثیرگذار است، خصوصا در بخش حقوق. با این قدرت میتونیم هر نوع تصرف به نفع خود انجام بدیم. در این دوسیه همه چیز واضح میبینیم. استانبول هر قدر که بلند باشه، انقره مقدر پایین است. خود دولت هم بسیار پایین است. حکومت ها کار خود پیش میبرن، اما قدرت کاملا در دست دولت نیست. دولت نااهل وجود نداره. دولت تا آخرین لحظه صبر میکنه و از همین لحاظ اقتدار خود حفظ کرده. در کدام موارد با دولت ارتباط داریم؟ در چندین موارد. ما با افراد با نفوذ رابطه داریم. بعض گروه ها وجود داره که دولت، حکومت و جامعه تحت تاثیر خود میگذاره. این گروه هایی که یاد کردم خود ما هستیم. یعنی چطور؟ مثلا ما از اونها یک چیز میخوایم، انقره با مشکلی در قبول میکنه یا که به تأخیر مندازه. دفعتا ساموئل در این قضیه داخل میشه. بخصوص در مورد بورس ها اتو تغییرات اقتصادی میاره که اقتصاد رو به ورشکست شدن میباشه.
و انقره خواست ما را قبول میکنه، البته با منفعتش. مثل بحران سال 2001 کاملا همینطور است. پس اگر رئیس جمهور قانون اساسی را تغییر نمیداد چی میکنید؟ کدام کار مشکل نبود. صدر اعظم کار میکرد. میگفتن که فشارشان بالا یا پایین شده، زمینی کار مهیا میکردیم. از بازار بورس پیسه کشیدن قدر وقت نمیگیره. باید بگوییم که تا 2 سال قبل قدرت اقتصادی خود بسیار خوب بالا انقره استفاده کرده میتونستیم، اما متاسفانه کارحالی محترم با وجود مشکلات زیاد نفوذ خود در انقره از دست داد. اگر اجازه بدین از این به بعد میخوایم به صورت مستقیم با انقره ما تماس باشم. فکر خوب است. میخوایم در این مدت برام از گپایتون در جریان برین، درست است؟ البته. امروز ترکیه به نقطه‌ای که رسیده محدود به قوی قضایی محلی و شهروندان عادی است. سرمایه بین المللی به خاطر به دست آوردن منفعت از ساحه بین المللی فقط وقت ضایع کردن است. قضاوت؟ بله. حال دیگه کسی در ترکیه خطر نمیپذیره، به شمول خود ما. با شرکت‌های حقوق بین المللی موافقه نموده موضوعات خود به قضاوت میبریم. البته که راه برنده شدن در قضاوت اونا قدرت ما است. با کدام شرایط حقوقی کار میکنیم، با کدام وکیل‌های بین المللی گل بازی میکنیم، در مجلس بروکسل با کیها رابطه داریم، اینا همشون مهم هستند. در فهرست نام است؟ بله. خصوصا در اروپا بسیار قوی هستیم. چرا ترکیه به اندازه ما قوی نیست؟ چرا که ما دنیا را مشناسیم، ترکیه نمیشناسه. ترکیه مصروفی است که مشکلات خودش حل کنه و نمیخواد که کسی مداخله کنه، اما ما مشکلات ما را هر چیزی که باشه طرفدار حل شدنش هستیم و مشکل خود به راحتی حل میکنیم. نظر به تابلو شما مرا برای مردم از یک مافیا و بارون چه قسم معرفی میکنید؟ شاید یک قسمت از این قلیج گفته باشه، اما مهمتر از این شما سرمایه خارجی را وارد ترکیه میکنید. این چطور امکان داره؟ مقصد از سرمایه خود ما هستیم، دیگه چیز نه. پیسه غیر قانونی خود قانونی ساخته به نام شرکت های خارجی داخل ترکیه میکنیم، چرا که گرد و ودی در کشور ما بسیار زیاده است. یک باری را ببینیم. ترکیه هیچگاه برخلاف قانون کار را انجام نمیده و منابع میره نمیپرسه، پرسیدم نمیتونه. امروز درباره سرمایه‌دارا در روزنامه بحث میشه. شما میتونین اعتراضهای سرمایه‌دارا را در روزنامه 10 سال پیشم ببینید. میخوایم بفهمم وکیل مشهور هستید، در دانشگاه درس میدید، از حقوق انسان دفاع میکنید، با شمال حقوقی مهمترین فامیلا هستید، ولی وکالت مافیا رو به عهده میگیرید. با این وظایف مختلف چطور تونستید محبوبیتتون رو در بین مردم حفظ کنید؟ هر انسان میتونه که از بهترین کار خود دفاع کنه، یکش است. این قانون همیشه مرا با عزت نگه میداره، چرا که هر کسی یک روز به مدافع ضرورت میداشته باشه و هر کسی میخواد که بهترین مدافع داشته باشه، میخواد از خود دفاع کنه و بهترین جلوه پیدا کنه و ما هم بهترین هستم. تو نمیایی ایرن؟ من اینجا می باشم. شما بره نمیایی. درست است. برای چی شده؟ خسته شدم.
این آخرین خانه است. بیا که بریم ببینیم. باز خانه میریم ایرین جان. تو برو. تو را چی شده ایرین؟ اصلا تو را چی شده خواهر؟ ایرین مرا که اختطاف کردن همراهیم بودی. خواهر من اونجا همراهت بودم و همیشه همراهت میباشم، اما گپای مردم مرا بسیار ناراحت میسازه خواهر. این قسم دو نفر تنها با هم چت نگو دیگه، بس است. خدایا چرا این خانم های قدر زود تصمیم میگیرن؟ خانم یک خانه خوب است، البته که مکمل نیست، اما نظر به سلیقتان خودتان تنظیمش کنید. خب درست است، همینجا خوب است. خسته شدیم، نمیخوایم کدام خانه دیگران ببینم. چی شده؟ پولاد یک خانه پیدا کردیم، به نظر من موقعیتش خوب است. خب بخیر باشه. چرا صدات کمه گرفته؟ نه یکم خسته شدیم. ایلف خانم خوب بهانه نمیکنه؟ پولاد یک بار تو بیا اینجا رو ببین. آره کار دارم جانم، بعداً باز می. لطفاً. درست است، 10 دقیقه بعد اونجاست. بیادر تو چرا این کارا میکنی؟ ما خواستیم. چی کنیم دیگه، کار است. دختر چند روز میشه که به اینجاست، هیچ چیزی هم نگفته، مجبور که ما سرگرد برمش. پس ما چی کنیم بیادر؟ بنام فشار روانی یک چیزی است و بنام تکتیک های گپ گرفتن چیزی دیگه. بنام کریمینولوژی هم یک چیزی است. دروازه رو باز کن، بلبل بوری خود خوند. نمک از یادم رفته، برو نمک بیار. بیادر من از اینجا دور شده نمیتونم. کاری که مبارد میگم انجام بده باشیم. نمک که میگم نمک، روح که بگویم روح. برو دیگه، بعد داخل کار دارم. ماماتی بیادر؟ مگب میکنم، نترس بچه، اگر چیزی شد با سلا دارم. ما را 10 دقیقه تنها بر اینجا به یک دوستای سابقه دشمن نمیشن. نینا خانم چی میکنی؟ برام گفتم که نان نمیخوری. اگه نان نخوری از دست پای مفتی گلم. آنهان برو گم شو. بسیار بد است. تو با ما قدر بدرفتاری کردی، من تو را چیزی گفتم؟ شکنجه کسایی میشن که مجرم باشن. خدا ناف شکنجه نکن.
یک دو کلمه بگو و پرنده باید پرواز کن. بله فعلا خوب است. باز اگر خوشش نامد یگان جای دیگر رو پیدا میکنیم. من اصلا فرق نمیکنه. مقصد یک خانه باشه دیگه. راستی؟ در اینجا باید یک محفل هم بگیری. کل دوستایت هم دعوت کن. چرا نی؟ چرا با تشویش هستی؟ مرا در بین آتش انداختی و خودت رفتی پولاد. کدام آتش؟ مردم در باری ما گپای حق ناق میزنن پولاد. مردم چی میگن؟ میگن دلیل بربادی پولاد تو هستی. نمیگن که جانش هستی یا جانشون که نزدیکتر؟ باز میگن این جاندان چطور میشه؟ این راهنمای معاملات هم چطور گپا رو یاد داشته بودم. این با راهنمای معاملات چی ربط داره پولاد؟ میفهمم ولی چی بگویم ایل؟ ما نمیتونیم دانه مردم رو بسته کنیم. بان هرچی که میخورن بگو انجانه. پولاد هیچ وقت مرا تنها نمان درسته؟ نمیخوری؟ نمیخورم. بیبی اگر نان بخوری و گپ بزنی وعده میکنم که کسی به تو ضرر نمیرسونه. گپ من گپ رئیس پولاد است. از اینجا برآمده و میری. چطور تونستی امروی ما تو کار کنی؟ ما با تو چی کردیم؟ از دست خودت است. لطفا در جایت بشینی نخونم. اما من تو را زیاد دوست داشتم. تو دروغ میگی. اگه دوست نمی داشتم حالا تو زنده نمی بودی ارهان. هدف تو من نبودم. اگه نه این کارم میکردی. نه خواهی. این بچه کجا باشه؟ چرا کسی از موزیک میایی؟ به اینجا خود کمره نیست ارهان؟ نه اما بوده میتونست. نمیتونم ولی از خدا این کارو نکن ارهان. قش پش نکن. موضوع فرق میکنه. تو اسیر سیومه.